داخل این ویدیو قراره که با هم 10 تا از نشانه هایی رو ببینیم که یک دختر از شما خوششون میاد و اگه این 10 نشانه رو دیدید یعنی مخ دختره رو زدین و اون دختر دیوانه‌وار عاشقتونه. قبل از اینکه با هم این 10 نشونه رو ببینیم حتما کانال ما رو ساب کنید، لایک ویدیو فراموش نشه و کانال ما رو به دوستانتون معرفی کنید. بریم سراغ ویدیو ما. شماره 1 چشم‌ها. افراد عاشق به صورت ناخودآگاه در حالت چشمان و طرز نگاه آنها تأثیر می‌گذارد. دخترها هنگام صحبت و تماس چشمی با معشوقشان مردمک چشم باسری پیدا می‌کنند. چشم‌هایشان برق می‌زند و هیجان در نگاهشان مشخص است. شماره 2 هنگام ورود نگاه او به سمت شما جلب می‌شود. مثلا اگر آن دختر وارد اتاقی می‌شود که می‌داند شما قرار است آنجا باشید، کاملا حواس خود را جمع کنید. اگر از شما خوشش بیاید احتمالاً بلافاصله در زمان ورود به دنبال شما خواهد گشت. شماره 3 هنگام تماس چشمی نگاهش را از شما می‌دزدد. خب دختر مورد نظر ممکن است مرتباً به شما نگاه کند، اما هنگامی که شما به او نگاه می‌کنید احتمالاً نگاه خود را از شما می‌دزدد. این یک حالت کاملا طبیعی است. او خجالت می‌کشد زیرا شما را دوست دارد و نمی‌خواهد شما بدانید که شما را نگاه می‌کرده. اگر آن دختر از تماس چشمی طولانی اجتناب کند، به خصوص اگر اول او به شما نگاه کرده باشد، این نشانه بسیار خوبی است که او به شما علاقه‌مند است. نشانه 4 در حضور شما سرخ و سفید می شود. نشانه دیگری که به خاطر آن مدیون علم هستید این است که وقتی یک دختر شما را دوست داشته باشد احتمالاً وقتی شما دور و برش هستید سرخ و سفید می شود. سرخ و سفید شدن واکنشی است که به طور ناخودآگاه توسط سیستم عصبی بدن کنترل می شود. هنگام بروز احساسات قوی مانند خشم، شادی یا میل جنسی، سیستم عصبی برانگیخته شده و باعث می شود خون به عضلات صورت بدود. نشانه 5 او به شما لبخند میزند. البته ممکن است دختران به شما لبخند بزنند بدون آنکه منظور خاصی از آن لبخند داشته باشند، اما اینکه دختر مورد علاقه شما هر بار نگاه شما را با لبخند پاسخ بدهد قطعا نشانه خوبی است. یک دختر وقتی لبخند میزند که احساس راحتی کند یا بخواهد خود را برای شما دستیافتنی نشان دهد. نشانه 6 در حضور شما رفتار متفاوت دارد. اگر دختری شما را دوست داشته باشد به هر جهت مطمئن باشید که رفتار او در زمان حضور شما نسبت به زمانی که شما حضور ندارید متفاوت است. اینها ممکن است تغییراتی خیلی ساده باشند، مثل اینکه بیشتر حواسش به ظاهرش باشد یا اینکه مرتباً موها یا آرایش خود را چک کند. نشانه 7 زبان بدن او علاقه و تمایلش را نشان می‌دهد. زنان به این معروفند که احساسات و افکار خود را کاملاً با رفتار خود نشان میدهند. اگر یک دختر از شما خوشش نیاید و نخواهد دور و برش باشید، اغلب کاری میکند که خشک و بد برخورد به نظر برسد. نشانه 8 میخواهد در نظر شما آراسته و جذاب باشد. برای این کار معمولا ستون فقرات و بدن خود را صاف میکند تا قفسه سینه‌اش بهتر به نظر برسد. موها و روسری خود را مرتب میکند یا بدن خود را در حالتی قرار میدهد تا توجه شما را جلب کند. نشانه 9 کمی مضطرب و بیقرار به نظر میرسد. دختران در هر حال کمی مضطربند، اما این اضطراب و بیقراری شاید نشان دهنده این باشد که یک دختر در حضور شما عصبی و دستپاچه می شود که به نوبه خود می تواند نشانه علاقه‌مندی او به شما باشد. نشانه 10 حسادت می کند. دختران به حسود بودن معروفند و حسادت نشانه بسیار معنیداری از علاقه‌مندی یک دختر به شماست. اگر این 10 نشانه رو داخل دختری دیدید حتما بدونید که اون دختر از شما خوشش میاد. ممنون ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. تا ویدیو بعدی بدرود.